شب آخران شب تو جناب معزی. نه پدر، بزرگم دیوانگی نکنی. یک سویس میگویم. نه پدر. سنم یک سویس. من این آدم را میکشم. اگر به او ضرر رسد خودم را میکشم. یک سویس میگویم، یک سو. دوست میدارم و خونه‌دار میشوم، تو مانع نمیشوی. تو دختر من هستی. با کسی که با قوت نیست خانه‌دار نمیشوی. این را هرگز اجازت نمیدیم، فهمیدی؟ سنم در پسم است. با خواست خدا کسی مانع نمی شود. اگر خدا نخواهد برگی درخت نمی جنبد. نصیحت رامان و کلمات را عرضه کن. جناب معزی، دخترتون رو دوست می دارم و با او خانه دار می شوم و شما با این مانع نمی شوید. تو را یافتم جنگاور. سنم؟ دخترم. سنم؟ دخترم.
دیگر از من پنهان شده نمیتوانی جنگاور. کی بودنی تو رو فهمیدم. میکشم تو رو. نترسانم. خوب میشوی نترس. نترسانم. هجری مرا تنها نگذار. نزدت هستم. همیشه در نزدت هستم. ای خدایا من شکار کردم. زود باشه زود زود. خانم تولین آنقدر در هیجان و خوشبخت هستم که ناگفتنی. پگاه به خانه بخت رفته خانه دار میشه. ولی جناب عزمی من هم بسیار خوشحالم، بسیار در هیجانم، حتی راست ایستاده نمیتوانم. اصلا جای شما قلبم است. از همه زیاد به آنجا میزوید. البته خانم تولین. بسیار شیرین هستید. شما شیرین تر هستید. پدرم با خانم تولین پگاه خانه‌دار میشوند. اینها خانه‌دار شوند، من با ملیس چی خانه‌دار میشوم؟ این جایز باشد؟ این رو درحال رفته از هجری پرسیدن روزیم. بعدا رفته سقراطی بیشرف را یافته ملیس را از خطر بابای قادر رها میکنند. این سقراط نیست مگر؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ میرویم. هی این آدم رو در آسمان میگفتیم در زمین بوده است کو؟ یا اینکه این باز برای دستگیر کردن جنگاور به صنمدان گذاشته است؟ مکانت را با بابای خودیر گویم ملیس رو از این خطر رها میکنم. نو کارت تمام شد سقراط. زهرا چرا باور نمی کنی؟ با چشم خانم به هر چیزی در آمده بود با او یاری می دادم. کار مثل دیدت نیست آخر. زیاد دروغ گفتنت رو مان. همه چیز آشکار و عیان است. با من خبر نداده به اینجا آمدی تا این که با این زن واخوری. چرا قبول نمی کنی؟ نه آخر زهرا من اینجا برای دیدن دخترم آمدم. از اینجا نزد تو می رفتم. لطفاً آید این مسئله درست صحبت کرده می توانی؟ چی؟ زهرا چی کار میکنی؟ باز شرم نکرده از من میپرسی که چی کار میکنم زیو؟ زود اعتراف کن که مرا با این زن خیانت کردی. نه آخر تومت همین قدر نمیشود کو. جو خاموش باش با تو بدگرد میزنم اجینه سری خاکستر. زهرا کمی عیب را هم بدان. ای کاری کرده ای تو رو میگویم زیو. کاش که در محبس میموندی و با زنهای بیگانه عشق ورزی کردن نمیگشتی زیو. آبایه چشمانی تو از رشک زیاد کور شده است. چی گفتنت را نمیفهمی؟ خوب دادان حاضر نشون میدیم به تو. چی کار میکنی؟ بیازم زنگ زده در اینجا بودن تو رو خبر میدیم. زهرا زهرا دیوانه مگر دیوانه اینجا بیا؟ نه یعنی من نفهمیدم که کالتا کیلاس چرا تو رو همچون لقمه استفاده برده است. تو با سقراط چی علاقه داری؟ اکای اونال چی علاقه دارم؟ کالتا کیلاس مجبورم کرد. باید سقراط رو زنگ زده کی بودن جنگاور رو میدونم گفته و خورده صحبت میکردیم. کالتا کیلاس باشد اومده سقراط رو میکشت. ای بیشرف یک جنایت دیگر هم میکرده است. اکای اونالم اکنون من چیکار میکنم؟ کالتا کیلاس فهمید که او رو افشا کردم از پسند میشه. ای پسرم چی میترسی ها؟ از پسند ما هستیم تو رو محافظت میکنیم پروا نکن. یا خدایا زهرا زنگ میزند. بخیر باشد انشالله. چیزی شده است؟ بخیر باشد. لب زهرا. یزنه زهرا چی شده است؟ زهرا گوش کن لطفاً. یزنه زهرا گپ زن چیزی شده است؟ یا اینکه کالتا کیلاس رو دیدی؟ زهرا یزنه وی رو پرسیدنی بودم من. چی رو میپرسیدی؟ یزنه سمی رو ندیدید؟
سمیرا؟ سمی در نزدم است. چی شده است؟ وای از صبح او رو ندیدم، برای همین خواطر شدم یزنه. سمی در نزدم است جانم، پروا نکن. کالتا کلاس او را برای دستگیر کردن سقراط چون لقمه استفاده کرده است. زهرا گوش کن، اگر کالتا کلاس رو دیدی به من حتما خبر رسان. تمام یزنه، اگر بینم حتما خبر میدیهم. رحمت جانم، میدونستم که مرا نمیفروشی. گیر دستی افلاست رو دیگر هرگز رو برویم نبرازی ها. آنها کجا شدند؟ اوف. برای خلاص شدن کالتا کلاس من باید در نزد سود حقیقت رو گویم. ولی اگر من حقیقت رو گویم من رو حبس میکنند. اگر نگویم کالتا کلاس من رو رها نمیکند. بهترش به خانه میروم، شناسنامه‌ام رو میگیرم و همه پولهای امک اکرم رو گرفته خارجه میگریزم. خیریت که به یادم اومد. اکایونال من میتوانم گریزم. رفتم میتوانم. تمام سمی میتوانه روی، ولی گوش کن، گفته هایم را هرگز فراموش نکن. شده که ببخشید. کالتا کلاس انیق از پسی سمی تعقیب میکند. ما باشیم رو دستگیر میکنیم. نقص سنم انشالله شفا میوبی. دخترم از برای تو شده دخترم را پراندم، تو را میکشم من. دعا کن که به سنم چیزی نشود وگرنه جزایت رو میدیم. ای خدای من، برای بسرم آمده رو بی. سقراط از پسم، اونن از پسم، من باشم از پس رشک زهرا. خدا لعنت کند، کاش دمم میگرفت و چشمی او را پف کردن نمیتوانستم. زهرا اینها چیند؟ یک دسته گل. تو با وی خونه رفته این دسته گل رو با وی زنی افلاست بده، فهمیدی مرا؟ زهرا چرا این خیل میکنیم؟ من تنها تو رو دوست میدارم، چرا این گل ها رو برده به آن زن دهم؟ خوب مادامی که تنها مرا دوست میدارید نباشد و زن را از حیاتم بیرون کن زیو. بیرون میکنم البته، اما اول سمی را پرونده جانم را خلاص کردنم لازم. بعداً بس من همش را میفهمانم و زن را از اینجا دور میکنم، قول میدهم. از برای خدا کمی صبر کن. صبر باز چقدر صبر؟ زهرا کمی طاقت کن، چیزی نمانده است. کمی صبر کن لطفاً. برای از آن زن خلاص شدن باید کاری کنم، ولی چی کار کنم؟
حال دخترم چی است؟ جای خواطر شدن نیست. تیر به کتفش زده گذاشته است. کارهای لازمی را کردیم. فردا صبح او را جواب میدیم. کمی پس به اتاقش میبریم. خدا شفا دهد. خدا را شکر. خدای شکری بی پایان به تو. سنم هجری جان با تو چیزی می شود گفته بسیار ترسیدم، اما شکر خدای مهربان که خوب هستی. سازی آخی جانم، تو که در برم باشی من همیشه خوب هستم هجری. چرا رای تیر را گرفتی؟ اجازت نمیدادم که از دست پدرم به تو ضرری رسد. تو میمردی من چی کار میکردم؟ من چی؟ با دخترم تنها بودن میخواهم. مرا ببخش دخترم. به تو یگان ضرر کلان میرسید. هرگز خودم را نمیبخشیدم دخترم. همش از پشتی آن معزین شد. پدر، بار دیگر به هجری ضرر رساندن خواهی خودم رو میکشم. چرا اینکه گپ میزنی دخترم؟ مرا شنیدی پدر؟ بابای خدیر، مکانی سخرات رو یافتم. در اونجا هستم. راست میگویی؟ حاضر سراغش را با پیامک میفرستونم. از این ساعت پس به طور مویسر ملی ضرر رسانی تو رو میکشم. آها، میلیس رو اکنون از خطر بابای خدیر گفتنی آدم نجات دادم. رفته این رو با میلیس خبر رسانم زود خونه برگردم. یا کاری مهم برآمد دخترم. باز میآیم. میرویم. سردارم، سمی است که پنهان شده ایستاده است. پسرم از کلت کلاس پنهان می شود، دستگیر می کند، گفته می ترسد. سمی بچه ترسان چک است، میدونی کو؟
دخترم رو هم بینم بعد از اینجا دور شده روم. آی سمی از پشتی تو بین به چه حال گرفتار شدم. باز پا در گریز هستم. خدا لعنتت کند سمی. این سمی بیشرف نیست مگر؟ حاضر من به تو نشان میدیم. زهرا دیگر مرا در این قصر راه نمیدهد. شناسنامه و پولها را گرفته به خارج گریخته لازم. بله همین کار رو کرده لازم. از دری پیش نمیدرایم، از طرف حوض میدرایم. رفتم. من به تو گفته بودم میخیله کلتا گیلس از پس سمی است. لبت بیسد و تاقی میکنه. تمام. اون کلتا گیلس ای کنی اینجا بیا. ایست تسلیم شب کلتا گیلس. ایست لعنتی. مکان گفته کمال سیاه همینجاست. سقراط باید همینجا باشد. نشانگیر را بگو جایش را گیرد. مایل از بوگ خودیر. در حال با عدنان جسور صحبت کردنم لازم. ملیس جان کی هستن آن آدم ها؟ چرا تو پنهان میشوی؟ چیست آن خطر؟ از دیوانه ها پنهان میشوم. همش از پشت کمال سیاه شد. ملیس کمال سیاه به این چه علاقه دارد؟ مادر از برای خدا حتی نامش را شنیدن نمیخواهم. از وقتی که او را دیدم سرم در بلا گرفتار است. مادر تا وقتی که خطر پسی سر نشود کسی ملیس بودنم را نفهمد. فهمیدی؟ همه مرا عدنانی جسور فکر کنند. چی؟ میلیس؟ دخترم از صبح تا شام با این کمال سیاه یک جای هستی. عدنان بودنی تو را نفهمیدو؟ نفهمید مادر، نفهمد. آخر در نزد چشمش بودن رو نمیبیند. او ابله هست آخر. با حالا همین خیل ها؟ یعنی عقلش نگرفت و نفهمید. مثل همین گفتد. گوش کن مادر، من از این آدم خلاص شدن میخواهم. تو باشی رفته با پدری او خاندار شدنی. دیروز تکلیف کرد پگاه خاندار میشوی. همین نمیرسید. این رو با تو پیشتر هم صحبت کرده بودیم. دیگر چیز شنیده نمیخواهم. با آن آدم خاندار شدنت رو نمیخواهم مادر. ملیس من با جنابی از می خاندار شوم. کمال سیاه با تو خاندار شدن نمیتواند. مشکل چیست؟ چی خیل خاندار شوی؟ چی ها گفته استاده اید؟ من او رو در زیر پایم دیدن نمیخواهم. مادر شما با او خاندار شوید. گپ همین. ملیس من با جنابی از می خاندار میشوم. دیگر هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. کافی است. اوف مادر اوف. با دستشویی رفته لباس هایم رو عوض کردن لازم. آه خدایا. خیر شب بخیر. کمال سیاه خوب هستی؟
аднан бародар, ту чӣ хел ҳастӣ? хобат набурд чӣ? не хуб вай ба ҳоҷатхона рафтанӣ будам. ту инҷо чӣ кор мекунӣ? чӣ кор дорӣ? як чизро фаромӯш кардам, барои гирифтанаш омадам. хуб фаҳмо. хайр, пагоҳ мебинем. мебинем мелиси ҷасур, мебинем ки бо ки хубтар бозӣ мекунад, мебинем. ҳафтаномаи зан ва мард тақдим мекунад 22 март соати 14 филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев барномаи консертӣ таҳти унвони баҳори орзуҳо баргузор мегардад. бо иштироки пурҷилотарин ситораҳои эстрадаи тоҷик: 1. Фарзонаи Хуршед, 2. Фирӯза Ҳафизова, 3. Валиҷон Азизов, 4. Нишонаи Рустам, 5. Хуҷастаи Мирзовалӣ ва 6. Ғолибҷон Юсупов. шарики барнома Позитив Продакшн, сарпарастони иттилоотӣ Душанбе HD, Радио Азия Плюс, Радио Ҳамсадо ва Радиои Ватан. Телефонҳо барои тамос 93 427 56 56, 985 80 56 56 ва 882 88 56 56. ба худо аз калтакилос халос шудам. бешараф, фикр мекунӣ ки туро дастгир кардан наметавонам? хайр, хубаш ин ки он ал аз пасам нест. калтакилас, фикр кардӣ маро паси сар кардӣ михелле? сардорам, чаро даро рафта дастгираш намекунем? ист писарам ист. агар ҳозир равем гурехта меравад. аввал як ба болои сари се мебарояд, баъдан ӯро дастгир мекунем. на шиносномаро гирифтам, на пулҳоро, аммо хайрият ҷонамро халос кардам. ба худо бисёр хуб шуд. фикр кардӣ ки дигар дастгир кардан наметавонам? раҳоям кун бешараф. кун инҷо биё, инҷо биё. раҳоям кун. биё ба Суқрот кор доданатро нақд мекунӣ. акай унал туро худа кардӣ. аз бас ки дафо бепаро. онҳо ба куҷо рафтанд? сардорам, ба фикрам ба ҷои бозиҳои тарсовар даромаданд. ужасай ужас. о бешараф, дастгир мекунам туро, бешараф. рафтем акаунал, як дақиқа. ба фикрам инҷо мунтазир шавем, онҳо мебаранд. ужасай ужас. ту чӣ ин қадар тарсончик ҳастӣ? рафтем. сардорам, ман як боре метарсам. охир дар дарунаш даҳор аст. خدای من چشون آمین آمین. اصلا تو از من بیترس، بی ناموس. راو یه چی که پسا راو
این صدای کلتکلس است. با خدا بخورم اینا. اینجای هم اکیلا کاملا بیا ببروی به همینجا. سردارم کلتکلس در قچاقتونه. فکر کردی از من گریخته میتوانی بیاخ؟ جنایتکار من نیستم اونال. سمی است جنایتکار. او با سقراط یک جای کار کرده است. او را دستگیر کن. چه علاقه دارد تهمت میکند؟ کدامت آن است؟ چی شد؟ لعنتی آن شکم شد لبن. بگیرم که بکشمه. کلتکلس ما را با این لباس ها با فکرم نمیشناسد. اونال مرا با این لباس هرگز نمیشناسد. آنها کجا شدند؟ کدامش کلتکلس است؟ سردارم با فکرم وامپیر است. از پس وامپیر میروی. وامپیر نیست. با فکرم گرگ است. کلتکلس. داو لیون. این مردک وامپیر است. جا بیا بشرف کنی خواب کن. خواب کن. سردارم بروک شم. این خواب شم کش سردارم. من تو را سردارم من شما را گفتم که وامپیر را تعقیب کنی. بشرف کلتکلس از دستم رهایی نداری. لعنت تو دوشف. خیلی گوشم به عقل. سمی باز وا میخوریم. به شرف. اکای اونال بسیار توپ خوردم گرم شدم به خدا. رفت کلتکلس دم تا بگیم میمون بعد گرد میزنیم. چرا دیر کردی خیالی؟ اینقدر تعجیلی جه زدی سقراط؟ که بودن جنگاور رو فهمیدم. هدف زیر نشان است. آرام. کی بوده است جنگاور؟ کسی که منتظرش نبودیم. جنگاور هدف پرونده شد. تمام. در حال از آنجا دور شو. حرکت کن. سقراط سقراط ای بچه آدم دوست داشته شای قدر منتظر نمیکنه. کجا شدی کلتکلس؟ چی کار کردی شوکت؟ من را میکشد. یاری دهید. خاموش. این منم من. تو هستی ها؟ ای چی لباس است؟ برادر دیوانه شدی مگر تو؟
дар шаҳр бо чунин либос мегардӣ ба ту мезебад магар а? бародар барои чӣ либосро пӯшидӣ? бародар чаро либоси бетменро пӯшидаи? ту барои чӣ пӯшидаи? ман ҳам барои ҳамон пӯшидам. ё худоё, аз пушти ту пӯшидам, ту инро пӯшондӣ, фаромӯш кардӣ? хамош, маро гӯш кун. қариб буд ки самиро дастгир кунам, боз унали бадбахт баромад. чӣ кор кунам? барои гурехтан инро пӯшидам. самиро дошта ба Суқрот кор доданашро исбот карданам лозим, вагарна корам бад мешавад. беҳтарин фикр бародар, оҷилан бонуро дуздиданам лозим. ба сар накун бону дуздиятро. тавба хамӯш бош. ҷои рафта шабро гузаронеданам лозим. шукр кун бародар ки ба мисли Шавкат бародар дорӣ. як ҷои тенҷ медонам. биё бирем. рафтем. рафтем. کنی بیا کمی گپ زنیم. گپ میزنیم. گوش کن جناب معزین، تو را با خوبی میگویم. از حیات دخترم در حال بیرون شو. بله دخترم تو را دوست می‌دارد. و درجه‌ای که برای تو شده خود را زیر تیر انداخت. این را میدانم. اما این حسیاتی هست که میگذارد. شما با یکدیگر مناسب نیستید. فهمیدی؟ حقیقت همین است. دخترم مرور زمان میفهمد که تو برای او مناسب نیستی. من نمیخوام که دخترم بیهوده وقتش رو صرف کند. فهمیدی؟ این گپ را نزدک در گوشت جای کن. تو هم وقتی از این رو برگشتن رو داری. تو لایق دختر من نیستی. این رو فراموش نکن. اصلا تو برای پدری سنم بودن لایق نیستی. تو چی میگویی ها؟ سنم تو رو همچه یک آدمی تاجری سلاح دار میدانم. اما من حقیقتی تو رو میدانم بابای قادر. موادهای مخدر، خیراج، آدم ربایی، تجارت سلاح کاری نیست که نکرده باشی. نمیخواهم که اینها را سنم داند و اندوهگین شود. این کارها را بس میکنی وگرنه سنم را دیگر به تو نشان نمیدهم. گوش کن تو کی را گپ یاد میدی ها؟ عجب این آدم کی باشد؟ کارهایی میکرده مرا از کجا میداند؟ بابای قادر این بیادابی معزین را باز میبخشید مگر؟ این آدم بسیار خطرناک است. مرا از دخترم دور کرده میتواند. من این را نمیخواهم. چی کار کردنم را میخواهید؟ صبر کنید. دخترم شفا یابد. کاری لازمه رو میکنم. فهمو آقا. ё худоё, ман чӣ кор кунам? чӣ хел монеъи ин хонадоршавӣ шавам? аз ин зан чӣ хел халос шавам? ба куҷо нигоҳ дорад ин қадар бо меҳру муҳаббат? аднан хушаш омадааст чӣ? ташаккури зиёд ҷаноби аднан. намеарзад.
چند روز است که در اینجا هستید. یک بار هم اومده شما رو خوش آمدید گفته نتوانستم. بخشش میپرسم. تشکر زیاد خانم بهار. رحمت. چی شده ایستاده است این زن؟ چرا با من این خیلی نگاه میکند؟ دخترم تو رفته در اونجا با خودت بازی کن. دخترتان هم بسیار زیبا بوده است ماشاءالله. جناب عدنان مرا درست نفهمید، اما اصلا سومن دختری من نیست. یعنی در اصل من شوهر ندارم. چیکار میکندین؟ مگر من از این زن مجرد بودنش رو پرسیدم. این زن رو از من خوشش آمد چی؟ وای داد بلای به سرم اومده رو بین. شیطان رو بین، شیطان رو. روی روز عدنان رو گپ داده ایستاده است. بیهوده گناه زیاد را به خود گرفته. یعنی جناب عدنان من هم مثل شما اینجا بیگانه هستم. یعنی خوب نمیدونم با کجا رفته در کجا سر کردن ممکن است. چی خیلی؟ این زن از من دعوت منتظر است چی؟ عجبا نمی شود که با هم تنها بر اومده یگان چیز نوشم یا خوریم. خانم بهار من باید خودی حاضر با یک رفیقم حتما بخورم. حاضر خودی حاضر من میروم. یگان وقتی دیگر انشالله. معلش اما یگان وقتی دیگر گفتید باز فراموش نکنید. این قول است. قول دادید میخوانی؟ از راستی این منو پسندیده است یا خدایا بین بچه ها گرفتار شدم. مالش تمام بهترین قول دادید. با خدا قول دادید فراموش نکنید. مالش خیر. خوب کو من بین اونها در آمده کار میکنم که از این زن خلاص شو. بیا سردارم، موافق خبری که به ما رسیده است دیشب سقراط و بوسنیپ پراندن. همین را میدونید؟ پراندن گفتی؟ مرده است مگر؟ اینش رو لوین نمیداند. کلتاکلاس نهایت سقراط را هم کشتیم. سردارم چرا اینقدر باوری داری؟ شاید کلتاکلاس نکرده است. دیگر کی میکرده است؟ کلتاکلاس کرده است. جنگاور؟ شاید جنگاور کرده باشد. نه، جنگاور این خیلی نمیکند، آدم نمیکشد. سرش رو که میکشاید؟ حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانیم و وقتی احتیاج داریم. کی بودنی جنگاور رو گفتنی بودی که تو رو پراندد. این رو کی کرده است میفهمم سقراط. کارت رو من تمام میکنم. барори кор биё оҳиста бо диққат бош барори кор бародар. دامبولا یعنی در یک شب هر دوی ما خانه‌دار میشیم ها؟ تصادفه من هم امشب به خانم تولین خانه‌دار میشوم. از خوشحالی پرواز میکنم. با خدا من هم چنین هستم. در وجودم بهار را حس میکنم. بچه ها میدوم، پرنده ها میپرندی. خدا خی توی رو در کجا میکنی؟ یک مکانی بسیار زیبا را میدونم. بچه ها آنجا، آنها همش را تشکیل میکنن. من در سحر حولی قصر میکنم. توی ها رو یک جای میکردیم نمیشد دوستم؟ باز زیباتر میشد آخر. سلام آقا. مسئله طربخانه حل شد؟ در مسئله طربخانه یک مشکلی خوردکه که پیدا شده که. چه خیلی مشکلی پسرم؟ خوردکک یک مشکلی خوردکک اکا طربخانه شب بند بود. از یکم طربخانه دیگر رو بینیم. شما چی ها میگوید؟ دیگر طربخانه را نمیخواهم، همان طربخانه را میخواهم. اما این بگاه طربخانه بند است. چه خیلی بند است تایلاق؟ نه چه خیلی بند است؟ با بند بودنش کار ندارم. آنجا را خالی میکنید، گوسفندهای کر خالی میکنید. گفتم تمام و سلام. اکر طربخانه دیگر هم است نمیشه باقی. گوش کن پسرم، بی عقل هستی ها؟
گوسفندهای کر چرا یک گپ رو تکرار کرده میگردید؟ همون طرفخانه را میخواهم فهمو؟ شد تمام بیا راضی شو یک جای در حولی قصر خاندار میشویم و کار تمام. довулазмӣ ба худо офарин ба шумо бисёр фикри олиҷаноб бояд ин фикрро амалӣ кунем. اگر همین کار شود هنگام کشا تنها هیچ نمیکنه بهترین میشود. این خیلی نمیشود تایلاق نمیشود. اکا یا فکری اولی جانو بیا امروز هم توی تا ده طرفخونه دیگه میگذرونه پاگو بود هم طرفخونه میگذرونه. ака худат гуфтанӣ ҳастӣ ки аниқ дар як тарабхона ду тӯй мешавад. ман шахсан худам бо ту дар як рӯз барои хонадор шудан омода ҳастам ака. دمت را گیر گفتم این به عقل را بینا با من در یک روز خانه‌دار بشود است. بیا با گپی من راضی شو در صحن حولی قصر میگذرانیم در حقیقت بسیار زیبا میشود. شد تمام همه مصرف ها را خودم میکنم. جناب کمال لازم نیست من فرمایش دادم قریب تمام شد لازم نیست. با خدا قسم نمیگذارم که دستت را با جای بد اندازی با همین شرط قبول میکنم. شد جناب کمال اینها را بعد هم مصلحت میکنیم مهم نیستند. камол бародар бояд коре кардан монеъи хонадоршавӣ онҳо шавем. ҳақ аст яднам бародар. инҳо хонадор шаванд ману мелис мемонем. ё худоё ин ҳоло ҳам аз паи ман аст охир. амаи ту бо падари ман барои пулаш хонадор мешавад. зиқ шудани падарамро намехоҳам. ман ҳам зиқшавии духтари амаамро намехоҳам. агар ин тӯй шавад мелис хафа мешавад. инро бин чӣ хел бозӣ дорад бевиҷдон. аммо кӣ бозии калон мекунад ҳоло мебинӣ. ҳақ аст яднам бародар. вале аз дастам он чизе намеояд. медонӣ чӣ агар мелис дар ин ҷо мешуд коре ҳам мекард ки монеаи ин хонадорӣ мешуд. гӯш кун чӣ мегӯям. ту коре кун ки ба гӯши мелис садои расад. бигӯ ки мелис биё туи модаратро монеъ шав. қасам мехӯрам ки мелис давида меояд. кори кардаин туиро тамом мекунад. бен ҳам хонум Тулин духтарашро бо тамоми ҳастӣ гӯш мекунад. бале гӯш мекунад. аз куҷо гӯш мекунад? камол бародар мо ҳам намедонем ки мелис дар куҷост. ҳатто амаам намедонад ӯ дар куҷост. ман ба ту ин дурӯғҳоятро нишон медиҳам ҳоло ист. хайр чӣ кор мекунем аднам бародар? нақша мекашем. чӣ хел нақша? наздик шав. خیر دولا با من اجازت شام در توی وا میخوریم. من به خانه‌ای که از این پس بابانو زندگی میکنم یک رفته ببینم که چه خیلی حساس است. خیر است یک جای میبریم. بسیار خوب. من هم قصر روم کنی بینم آمادگی چه خیلی است. چی کار کردم؟ شد رفتیم. این افت بشر بینید. اینه بینید. پسری بی آداب پدرت خانه‌دار میشود و تو اینجا صحبت کرده چای می نوشی. پیش درا رفتیم. تنی داخل. агар хоҳӣ каме дароз каш. не хубаман ҳиҷрӣ чизе нашудааст маро. дар асл ту бояд истироҳат кунӣ. ту субҳ дар болои сарам мунтазир шудӣ хоб накардӣ. хубам ман хубам. ягон чиз мехоҳӣ? не чӣ мехоҳам охир? ту дар барам бошӣ бас аст маро. вай бале ман бисёр ташна шудам. бароям об оварда метавонӣ? тамом ҳозир. бо ҳиҷриҷонро бубина. барои шӯрбо он қадар ноз карда буд ки ҳозир бошад парвона шудааст. қуввати ишқро бубина. аз ҳиҷрӣ дигар чӣ метавонам бихоҳам? бисёр хуб шудам ҳиҷрӣ. дастона дардро набина ҷонам. не аниқ ҷоиз нест мегӯяд. бояд чизе пурсам ки ҷоиз бошад. вале чӣ? марҳамат санамҷони ман. бисмиллаҳ. раҳмат ҷонам.
نوشی جان جانی من. چی شد سنم؟ وای دستم درد میکند. من بگونه نیستم که تو تنها سخن کن سخن. سنم جان خدا شفا دهد. خدا شفا دهد دخترم. سلامت باشد. دیدی دوگانه؟ این دختر هجری رو که های بدام افتانده است. نه دوگانه نمیبینی. دختر یارادور است. هجری تنها با کمکی او آمده است. خطا فکر میکنی اگر ما با اینجا نمی آمدیم این دختر هجری رو میگفت که دست و پایش رو هم شوید. نه این خیلی نیست. از کجا پیدا شدن اینها؟ چه خیلی با هجری زیبا صحبت داشته. خدا را شکر چیزی نشده است دخترم. خداوند تو را به هجری بخشیده است. رحمت توی کی می شود دخترم؟ هجری میگوید در حال خانه‌دار شویم اما من میگویم سراسیمه نشویم. من که این خیلی گفتم من؟ دخترم کاری خیر و تیزانیدن در کار است. هجری نشین ایست. برای من یک شربتی میوه آورده میتوانی؟ چی بله؟ خالای گلسون جان میدونید که زیارت بیمار کوتاه میشود همین خیلی نه؟ دخترم همین خیلی است اما ما نو آمدیم. میدونم رحمت درد رو نبینید ولی با اجازتتان با هجری تنها موندن میخواهم. اما این جایز است از حاضر یک جا تنها ماندنتان. جایز است من از مفتی پرسیدم. خوبو؟ از هجری پرسیدیم اگر؟ روید اکنون بس بودگیز خیر نه؟ خیز گلسون ما رویم بیچاره دختر کمی استراحت کند. بفرمو. تشکر زیاد جانم. کتفم بسیار درد میکند. استکان رو داشته نمیتونم. بخشش گویا خودش نوشیده نمیتواند. تو رو گفته بودم که این دختر هجری رو در انگشتش بازی میداراند. خانه دار میشوند مان دختر بازی کند کمی جلوه کند. بعد ماه اصل همراه بانو در اینجا زندگی میکنم. خیر این گرد و اطراف رو کمی تازه کردن لازم. عجبا درونه چی خیلی باشد رفته بینیم. کنی بخیز بیدار شو زود باش میرویم. بانو جان نکن خیلی چی ما باز سر نکن پانویت را. بیدار شو دیوانه هستی مگر حاضر میبینی که اون علامت. زود خیز رفتیم. این نمیوه این دیوانه که دشه کنانی دیوانه بیوه. چی گفتی؟ کنعانی دیوانه؟ خانه خالی گفته به خانه کنعانی دیوانه آوردی مرا. در حال فهمیدی به خدا آفرین. من این رو به تو نگفته بودم اگر دیوانه برای شب گذرانی به خانه کنعانی دیوانه آوردی مرا. کنی خیز چیکار میکنی نه؟ یا خدایا من اینجا کم ترک خواب کنم چیکار میکنی؟ کنانی خانه‌ش استفاده نمیبرم میمونی با ازور خواب میکرد مخی. او حیوانی خیلی خانه 10 تا داره.
شاگرد اینجا خیلی کار داره نه؟ من که به ماهی اصل رفتم شما همه اینجا رو با ترتیب می‌دارید. تو پروا نکن، ما همش رو حل میکنیم. بی عقل، تو از جانت بیزاری. چرا جانی مرا در خطر گذاشتی؟ کنعان مرا اینجا بیند میکشد آخر. تو برای کنان دیوانه دوملوزیو هستی. تو آروم باش، هیچی نمیگه ترا آخی. خب لین مثل دیوان ها گپ نزن. چشمی وی آدم غیر از بانو کسی دیگر را نمیبیند. در فکر زیا هست مگر؟ خدایا حالا هم گپ زده ایستاده ای. برادر تو چی قدر میترسی؟ ترسونشه کی؟ چی میترسی؟ کانون دیوانه آید اومدن گیرد او رو میکشیم امیجا. من به امینم او را قصد دارم. این امیجا میکشمشه. کنی یک بالا رو بینیم چی گفت؟ برادر کانون دیوانه اومد. هر مورا امیجا میکشه. تو اینجا کنعان دیوانه را بکش، من میروم. خودت را خوب نگاه کن شوکت. برادر مرا گذاشته در حال به کجا میروی؟ ای برادر ای مرم بفرو آخر مرا گذاشته به کجا میروی؟ برادر من چیکار کنم؟ نه نمیشود. به این لباسای بتمن دیگر هیچ کس نمیترسه. از بالا یک صدا آمد اگه دوست باشد. چی خیل دوزده؟ نه کدام دوست جسارت میکنه که خانه من درآید ها؟ کنی رفته بینیم؟ یک تشمور دو تشمور اکه کنال ادت نزن بر پدرت لعنت ومپیری همش دقیق اکه کنال جو بیا دستم بوسم. بیا اکه جان یا بوسم. ای روی نورانی درون بشک مکه. شوکت من تو رو در همه جو میکنم. تو در خانه من پنهان شده یا؟ تو رو میکشم ومپیری کپیر. اکه پیستالیتا نخود طرفی دهان بکنی او بالا یا؟ تو دعا کن که در دهانت ماندم. حالا باز میبینی که این سلاح رو در کجا میمانم. کنی خزت خوشگاله ها نی شما را برا سگیلین. این را به انبار میبریم در آنجا میکشیم. با خون افلاس این حرامی خانه بانو را افلاس کردن نمیخواد. پیش را میراییم سگیلین. رفتیم تلخم کفون یه حیوانی دیجی روخی. این رو دارید. لبای بانو جان. البته جانم البته حاضر میایم. مرا گوش کنید. حاضر مرا به نزد خانه بانو برده این ابله را به انبارخانه برید. خودم شخصا به سرش میپرانم این خاین خرخایی درا. اکه کنون اکه یک چیزی مهم رو بگم. من بخشتان اکه تو را من به نزد سقراط میفرستم خر بچه. اکه سقراط در اینجا چی دخل داره؟ ما ایران روی سقراط بیزارم همین فهمونه. یک مرده که ریش سفید افتش خنک چشمش بستگی خچرنگ پیراتسکی کاریبسکی موره کرده. سقراط پروندن کو همراه میگه که کنون. چی؟ پروندن؟ بشخی سقراط پروندن یا خدایا بسیار خبری خوش. کسی سقراط پرونده پروردگار هفت پشتش رحمت کنه. من برم همین خبری خوش به برادر عزیزم دوملوزیا برسونم. خیر اکه کنون اجازت من برم میگم. شوکت با ماشین شی. اکه من خودم به سامان تاکسی میرم. رحمتی کلام. استمر شم. کنعان دیوانه از راستی آدمی مرا میکشد. اکه صغیره می دودر دوملوزیوم اکه مثل که سرم بی بلا بود. باز تو از کجا برآمدی؟ ای بسته یا مسئولیت کنیم اخی.